یک هکتارش تو 100 تonna میشه و هم ویلکن تو 100 تonna مولتر هم میشه. عموما وزنش چقدری میشد است این کدوه؟ 90 کیلو 100 کیلو میشه. 100 کیلو 90 کیلو که دیدگی میشه. گرفتید حاصلش؟ گرفتیم حاصلش. ویلکن. چند سال باز پرورش میکنید اینو؟ 2 سال شد. 3 سال شد. 3 سال شد. وای سال از جمهوری یکم گرفتیم. وای سال. خدا خواهد این سال 90 کیلوگی از دوشنبه میبره. سال گذشته چند کیلو ها برده بودید برای دوشنبه؟ 51 کیلو بود. 51 کیلو یکم جای گرفتیم. حاضر این در این مسابقه ولایتی چند کیلو هایش آورده؟ 40 کیلو شد. 40 کیلو برام. 150 160 کیلوش میفروشیم. اساسا خریدارها وای استلوای با میخرد. وای او باشا گرفته اینجا میکند. همه با میخرد.